به نام خداوند بخشنده مهربان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا السلام علیکم. و علیکم بر سلام. مرحمت. خوش خدمت. ببخشید پدر مرا، ضرورت پیش آمد تا به این منزل رسیدم. مگر این سیب میوه باغ شما نیست؟ خوب رفتیم. پسندت آمد؟ بله خوشتم بوده است، اما نپرسیده از صاحبش خوردم. اینجا آمدم خواستم مرا ببخشید. چون این نمود سیب تنها در باغ من است. میخوای که ببخشمت؟ تنها یک شرط است. هر گونه شرطی باشد قبول دارم. دختری دارم، شلو کرو کورو گنگ است. میخواهم با او ازدواج کنی. خدایا اینقدر زیبا هستی. پس چرا پدرت گفت که تو هم شل هستی، هم کر و هم کوروگون؟ شل با خاطر که به گناه اقدام نکردم، کر با خاطر که الفاظ قبیحی را نشنیدم، گنگ با خاطر که ناسزایی نگفتم و عاقبت کور با خاطر که نامحرمی را ندیدم. متولد ابو حنیفه شهر کوفه بوده به سال 80 هجری و 699 میلادی در عهد حکمرانی خلافت عبدالملک بن مروان راست می آید.
پس از آنکه دین مبین اسلام برملا شد، مردم عرب از پی وسعت حد دین شدند و کشورهای زیادی را به گرایش دین مبین اسلام دعوت کردند و البته بسیاری این کشورها که برایشان آن فرهنگ بیگانه می نمود مقاومت مشدد نشان دادند. از این رو ناچار راههای حربی هم استفاده شدند. هرچند این دین در سرزمین عرب روزد، ولی پهن، ترغیب، تشویق آن رسالت مردم تاجیک و فارس بوده است. چون مردم عرب در یورش ها سرگردان بودند و از پیروزی های حربی سربلند، مردم عجم با استفاده از فرصت خود را به بحر علم الهی و عرفان غرق کردند. طول 2-3 عصر وقتی کلی مسلمانان از رزم و جنگ و حرب و جهاد متوقف شدند، الکش سرجله و سرکاری علم الهیات به دست آریا تبارها می‌گذرد. این عامل را حتی خود پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی کرده بود. اگر علم در ثریا باشد، آن را فرزندان از اهل فارس دسترس خواهند کرد و این روایت را امامان مشهور بخاری، مسلم، شیرازی و الطبرانی در اثرهای خود تصدیق کردند. در جهان اسلامی اسمهای سلمان فارس، محمد غزالی، البخاری، مولای روم، مولانا جامی به حد گران وزنند و یکی از چنین شخصیت ها از مردم تاجیک که علمهای کلام و فقه کاملا تسخیرش گشته بود، در عصر فتنه و گوناگون عقایدی فرقه های هرخیله بسا موقع استوار را صاحب شد و مرتبه و منزلتش بیش از خلیفه های حکمرانی امویه و علویه گردید. نعمان بن ثابت بن مرزبان یا خود امام اعظم ابو حنیفه می باشد. پدر او مردی بود متاع فروش و ثروت زیادی داشت. این امکان فراخ بود به ابو حنیفه فارغ از تشویش زندگی پره خود را به علم اندوزی دهد. اگرچه او خیلی بر وقت قرآن را حفظ کرده باشد هم در آوان نورسی وقت خود را در حلقه علما نمی گذراند. به کارهای دکانداری پدرش یاری میداد. دیر نگذشته سمت و روش حیات ابو حنیفه تماما تغییر یافت. ابو حنیفه با محدث بزرگ زمانش شعبی برخورد کرد و این برخورد با فاتحه خیر انجام شد. نومان پسرم، من نزد دکان عطریات میروم. از ملک فارس گلاب آوردند. شاید بوی هم میهنان را احساس کنم. تو پسرم اینجا شین و سودا کن و با میزا جان خوش معامله باش. خوب شده است. واقعا باز غرق کتابخوانی نشوی که از سودا غفلت کنی. این مال شما چند قیمت دارد؟ یا نوخط این مال شما چند قیمت دارد؟ معذور دارید مرا نشنیدم. چی میخواستید؟ در این سپیده صبح این چی کتاب است که تو با چنین شوق مطالعه میکنی؟ صبح خیر. اگر باعثی تشویش نشود شاید به من نشان میدی؟ تو
چند سال داری؟ 12 رو پر کردم. در این سن و سال به تو دشوار نیست که حضرت تبارک را از خود میکنی؟ پدرم هم همین فکر رو دارد. در بازار به چی کار مشغولی؟ در اینجا ما سودا میکنیم. با پدرم یاری میرسونم. روزها رو پیش میبریم. به من گوش دار فرزند، این کار نه برای توست. خود را به علم بزن. مگر نشنیده ای که خداوند در کتاب آورده است کسی که خود را به علم بزند خدا رزقش را از جای میدهد که خودی او درک نمییابد. من در سیمای تو درخش آینده اسلام را میبینم. خود را به علم بزن. خود را به علم بزن. این جوان آینده نیک دارد. سال 96 هجری که مطابق به 714 میلادی است، امام اعظم در سفر پدرش را همراهی میکرد. آن وقت او 16 سال داشت. نیت ایشان زیارت خانه خدا بود که به هر مسلمان وابسته به قدرتش فرض است. بدان ای پسر، هر سال هزاران هزار نفر عازم کعبه می شوند تا که طواف خانه خدا کنند. مطمئنم که زحمت ایشان بر هدر نیست. الله حج هر مسلمان را قبول کند. البته هر فرد مسلمان چون بالغ عاقل شد، صاحب زکات شد، زیارت بیت الله بر او واجب می‌گردد. اما این امر واجب را خدا از دوش فقیر و مسکین و افراد از عقل بیگانه برداشته است. بنا به دلیل‌های باوری بخش، ابو حنیفه به ملت غیر عرب منسوبیت داشته است، بلکه فارسی زاده است. پدرش از اهل کابل بوده در شهرهای مختلف تاجیک‌نشین ترمیز، نسا و انبار به سر برده است. ایسته چی شو؟ مدار است. آب دارد یاری دیه. تمام شو. کمی تحمل کن. بعد غروب آفتاب تشنگیمون انشالله رفت میشه. تشنگی رسیدن به خانه خدا والاتر از این تشنگی است. مطلب مذاب برای شکستن آن تشنگی است تا برسم، ولی روحم میل رهایی دارد. وجودم می سوزد، مدارم می رود، نمی توانم. این مرد چند روز است که رنج می کشد. پیرمرد بارزوش نرسید. وی میخواست آنجا بمیرد. نه، اصلا این طور نیست. او قبل از ما به وصال حق رسید. کسی که در راه به سوی خانه خدا جان میدهد و یا برعکس هینی بازگشت میمیرد، هر سال خدای بزرگ 70 حج فرضی و عمره در نامه اعمالش کتاب بند. پس خوش به حال چنین بندگان. امام اعظم در کعبه با آخرین صحابه رسول خدا و میخورد، معروف با اسم عبدالله بن الحارث بن جازع الزبیدی. این صحابه نزد طواف کنندگان وعظ میگفت. چون چشمش به ابو حنیفه میافتد، اشاره میکند که به او راه دهند تا او نزدیک شود. شیخ میگفت رسول اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کی در دین خدا فقیه شود خداوند غم و اندوهش را کفایت می کند، جایی که در گمان و حسابش نیست روزیش می دهد. روایتی است که الزبیدی موظف بوده است که ابو حنیفه را تابعی کند، زیرا پس از این ملاقات صحابه کهنسال از عالم در می گذرد. بعضی از مورخان دور حدس میزنند که به دیدار صحابه دیگر انس بن مالک نیز مشرف شده است. پس از فراگیری علمهای زمان یک بار در دو سمت کلام و فقه بزرگ شد. عاقبت علم کلام را اختیار کردم. بعد از خود کردن این علم درک کردم نفع آن کمتر است، چون که انسان در این علم کامل شود از آشکارا گفتن میماند و او را در هوا و هوس مجرم می کند. سپس بعد چنین اندیشه به علم گراماتیک، صرف و نحو و ادب رو می آرد. عاقبت نحو را چنین یافتم که بعد استاد شدن در این علم باید با کودکان بنشینم، نحو و ادب تعلیم بدهم و از این صرف نظر کردم و شعر آفرینی را برگزیدم. شعر را چنین یافتم که عاقبتش مدح است و دروغ، زیرا آن اگر دروغ نباشد زیبا نباشد. به حدیث گرایش پیدا کردم و حس کردم که مرا برای جمع حدیث عمر ضرور است، طولانی. بعد چنین اندیشه و ملاحظه‌رانی امام اعظم رحمت الله علیه کشتی نیروی خود را به بحر بیکران علم فقه می اندازد و فقیه تا درجه می شود که تاریخ تا حال همتای آن را ندیده. پس لازم دیدم که به علما، فقها، مشایخ و اهل بصر هم نشین شوم و با اخلاق ایشان خود را بیارایم. عیان کردم که اجرای فرضها، استواری دین و بندگی تنها به معرفت فقهی درست است. در آن عصر کوفه مرکز مکتب بزرگ علم فقه محسوب می شد و استاد فقیه بزرگ تمام دور و زمانها حماد بن ابو سلیمان بوده است که ابو حنیفه رحمت الله علیه به او 18 سال مرتبه شاگردی داشته است. احترام او به استادش زیاد بوده است که حتی فرزندش را با نام او میگذارد. پس از فوت حماد، حنیفه در سن 40 سالگیش به درس و بحث مستقل شد و نگذاشت که مانعه مصنوع در رشد علم فقه ایجاد شود. از این لحاظ به شاگردان آموزش علم فقه را به دوش گرفت. لیکن غیر از حماد این چنین از خوشه های دانش دیگر فقیهان دور دانه می چید. از قبیل زید بن علی زین العابدین، جعفر صادق، عبدالله بن حسن بن ابو محمد و دیگران. اما به هیچ وجه کارهای تجارتی خود را ترک نمی کرد، زیرا آن باعث دستگیری و مهیا کردن شرایط معیشی و اقتصادی برای تحصیل علم می شد و دیگر نیاز و دستنگری به عطا و بخشش و صدقه ها نمی ماند. السلام علیکم. و علیکم السلام. خواهش میکنم این متاع مرا بخرید. به عوض چند درهم میخواهید بفروشید؟ 100 درهم. نرخ این متاع خیلی بیش است. ای استاد بزرگ، آیا خدمت ما رو مشرف شده که نزدتان خوانده؟ دوست ما
از ملک خراسان نزدمان آمده است. فوراً با او از همین جامه ها 50 دانه برسان. خودش خواهش کرده است. قبول است. لیکن به او بگوی که یکی از این جامه ها نقص دارد. اگر در نرخ تخفیف خواهد، البته ارزان کن و حتما تیز برگرد. با چشم. خوب فکر کردید؟ خیر دوستت باشد که در 300 توقف کنید. باورم کنید که نرخش زیادتر است. از خدا شرم نداری مگر یک ضعیف رو تحقیر و مسخره میکنی؟ سوداگر مال رو ارزان خریده گران میفروشد. پس تو چرا عکسی حال میکنی؟ آیا تحقیر از این هم زیاد میشود؟ موجب عمل من هم شرم نزد خداست. میترسم که در خرید آن اشتباهی نکنم. پس برو به متاشناس نشان ده و چی قدره که نرخ کند به همان بخرم. استاد آنچه فرمودید اجرا کردم. عرضی سپاس کردن و سراسیمه که بودن نزد شما آمده نتوانستم. عذرخواهی هم نمودن. کار خوب شد. درباره آن جامعه ناقص چیزی براش گفتی؟ اوه استاد مرا معذور دارید. فراموش کردم. کس نباید در این سن و سال فراموش خاطر باشد. کاری شدگی شد. مبلغ آن جامعه را صدقه کنید. طوری شود که شما گویید. آن متاشیناس مالی مرا 500 درهم نرخ کرد. من هم گرانتر بودن نرخ متا را حس کردم و ترسم از آن بود که شما فریب نخورید. امام ابو حنیفه هم به باطن و هم به ظاهر خود اهمیت جدی میداد. هرگز لباس فقیرانه را نمیپسندید. همیشه لباس زیبا را ببر میکرد و از پاشیدن عطر و گلاب نیز خودداری نمیکرد. نزدیکترین و بهترین شاگردش ابو یوسف چنین آورده: هیچگاه او را در هیئت غیر مرتب و موی ناهموار ندیدم. حیات ابو حنیفه در دوران حکمرانی دو خلافت امویان و عباسیان گذشته است. او شاهد تشکل و تکامل و تنازل امویان و به سر قدرت آمدن علویان بوده است. در همه این تحولات و تبدلات سیاسی امام اعظم رحمت الله علیه نمیتوانست موقعی بی‌طرفی را اختصاص بکند. توجه او بیشتر به علوی ها بود، بدان وجه که برای خلافت اموی ها شرعاً نصیبه و حقی را نمیدید. از این هم بیشتر ظلم و استبداد امویان بر خویش و تبار رسول الله به مراتب افزود و امام اعظم نمیتوانست اظهار نگرانی نکند. امام اعظم به حد غیور و جسور بود و کدواده جسارتش از علم و دانش و خردش اساس می‌یافت. زمامداران وقت بهر منافع شخصی و موقع خویش سیاست خود را از تحمیل کردن به سر او عاجز می‌ماندند. هنگامی که ابن خبیره از بنی امیه والی کوفه بود، از بین شدت فتنه در عراق کلی فقیهان مشهور را نزدش خواند و سر آنها وظیفه و منصب اداری را بار کرد. تنها ابو حنیفه از قبول مهر و انگشترین دولتی دست کشید و بار اول شرطه او را به محکمه کشید و طی چند روز
ابو حنیفه رحمت الله علیه زیر شلاق ماند، اما هیچ از رأیش نگشت. با حیله و مساعدت زندانبانی با تقوا و با دیانت از محبس آزاد شد و به مکه فرار کرد. همه عذاب و رنج و شکنجه نسبت به ابو حنیفه تنها به خاطر آزمایش بود که آیا او آماده است به سلطنت اموی ها هم فکر و هم کار باشد یا نه، یا اینکه او بیشتر به علوی ها گرایش دارد. روز تا روز اقتدار خلافت عباسیان فزون می شد و دایره جغرافی هم رأیانش وسعت می یافت. کار تا جای رسید که دولت بنی امویه با کشته شدن آخرین خلیفه آن مروان بن محمد سکوت یافت. اکنون برمیگردیم به شهر مکه که این امام بزرگ به آنجا فرار کرده بود و با او چه معامله و مناسبتی شد. شش سال ابو حنیفه آنجا زیسته. بعدی برای کار آمدن منصور عباسی به کوفه برگشت. تمام علمای جمع شده دهان او را نگاه می کردند. درک کرد که ایشان فکر او را می خواهند در بابت خلافت عباسیان. حمد و ثنا آن خدایی را که حق را به نزدیکان پیامبرش رسانید، جور و ظلمت را از ما دور کرد، زبان ما را به گفتن حق کشود. ما به تو بیعت به طاعت خدا و وفا بر عهد تو بسته ایم. پس برای از دست قرابت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رفتن خلافت هیچگاه فروگذاری نمی کنیم. 18 سال واپسین حیاتش که در عهد عباسیان می‌گذرد از رنج و عذاب تهی نبوده است. تنها با علت جای داشته در سلطنت امویان، ابو حنیفه نسبت به خلافت علوی ها خیرخواه بود. منصور خلیفه عباسی او را از حد زیاد احترام میکرد و میسود و تیز تیز به او انعام و بخشش ها ارزانی میداد. ولی او که دوراندیش بود و هم اندیشه های قیاسیش توانا، با احتیاط و آداب آنها را رد میکرد. خلافت عباسیان آن اشتباهی را که امویان راه دادند متاسفانه تکرار کردند. مسلم بود که محبت ابو حنیفه نسبت اولاد پیامبر خاصه بود و ضد آنهایی که ناسزا می گفتند شمشیر سخن تیز می کرد. بعد از آن که تمام اولاد علی رحمت الله علیه از جانب حکومت منصور به قتل می رسند، ذره از مهر در قلب ابو حنیفه به خلافت عباسیان نیز نمی ماند. سالی 145 هجری یا 762 میلادی در مدینه محمد نام شخص قیام کرد. ناباوری از جانب مردم به عباسیان چنان افزوده که حتی امام مشهور دور مالک رحمت الله علیه به این جنگ فتوا داد. این قیام با آزار مالک و کشته شدن محمد انجام شد.
منصور از آدمان صادقش آگاه می شود که چه کسی فرماندهان او را به اصطلاح از راه می زده است. چون معلومش می شود قصد قصاص ابو حنیفه می کند. موقع ابو حنیفه از دید و نگاه جاسوسان منصور دور مانده نمی توانست و معلوماتی که به دست منصور می رسید زمینه می شد بهر آموزش و تحقیر و تعقیب امام اعظم. فرصت دست داد خواست ابو حنیفه را قاضی تعیین کند یا اینکه عموما یگان منصب را بارش کند. مقصد منصور با بهانه سرکش از منصب از بین بردن امام بود، لیکن برای از بین بردن چنین یک امام بزرگ خلیفه باید نصف عرب و عجم را از بین می برد، چون که حد مخلصان و مریدان و پیروانش روز تا روز وسعت می یافت. دور برای چاره نیافتن امام قسم می خورد که او وظیفه را بدون دلگی قبول خواهد کرد. برای رفع قسم خلیفه او ناچار آماده کردن خشت دیوار شهر را بر عهده گرفت. این در حال رخ داد که منصور هجوم شدید خود را به مقابل خانواده علوی ها آغاز کرده بود. از این خاطر بیم او از ابو حنیفه بی اساس نبوده است، زیرا گپ امام به کل مردم کوفه و حتی بیرون از آن هم میدوید، چون که کل علمای دور ابو حنیفه را چون اساسگزار علم فقه اسلام اعتراف کردند. امام شفیعی که در آسمان علم فقه می درخشید درباره ابو حنیفه چنین آورده است: مردم در فقه محتاج ابو حنیفه اند. یگان فتوای او از دلیل عاری نبود. ابو حنیفه می گوید کتاب خدا را می گیرم، اگر در آن پیدا نکردم سنت رسول خدا را می گیرم، اگر در آن پیدا نکردم سخن صحابه را می گیرم، سخن کدامی از آنها را بخواهم می گیرم و از کسی را بخواهم می پرتایم، لیک از قول آنها بیرون نمی روم. قتاده در کوفه مجلس آراست. از حلال و حرام بپرسید تا که پاسخ سوالهای شما را بدهم. ای ابو خطاب، مرد سالیان زیاد بیدرک شده است. همسرش ناامید شده با کسی دیگر ازدواج کرد. در این اثنا شوهر اولش پدید می گردد. با او چی معامله می شود؟ وای بر تو، آیا چنین حادثه رخ داده است؟ نه، ما پیش از آمدن بلا آماده می شویم. قبلا آن را باید آموخت. قسم به خدا دیگر نزد شما از حلال و حرام سخنی نگویم. پس سرچشمه هایی که امام اعظم فقه خود را بنیاد کرده است اینهایند: کتاب خدا، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فتوای صحابه، اجماع، قیاس، استحسان، عرف. قاضی کوفه ابو لیلا زن دیوانه را که مرد را ناسزا ای پسر دو زیناگر گفت به دو حد محکوم کرد، یکی برای تهمت پدرش و یکی برای تهمت مادرش. این خبر به ابو حنیفه رحمت الله علیه رسید و آن بزرگ قاضی را در 6 وضع خطا گرفت. با وجود دوستی و هممسلک بودن ابو لیلا پیش خلیفه شکایت برد و خلیفه ابو حنیفه را از فتوا دادن منع کرد و تا مدتی طولانی او از این چیز محروم شد. حتی خود ابو حنیفه گفته ابن ابو لیلا در حق من چیزهایی را روا می‌بیند که من در حق حیوان روا نمی‌بینم. لیکن همانا امام اعظم به مردم فتوا میداد که از روی کتاب بود
و این چیز باعث ناراحتی و نافاری مأموران خلافت می شد و برای پایدار ماندن دولت خود خلیفه تلاش می کرد که فرصت پیدا کرده او را دور کند. چون این امکان و شرایط را به منصور خود امام اعظم مهیا ساخت، زیرا اکنون او به این خلافت پشت گرداند. در این مسائل عقیده واپسین شما چون است؟ یا مولا، در منصب قاضیگی جز ابو حنیفه کسی را لایق تر از او نمی بینم. از این تکلیف مراد چیست؟ آشوبی که سر زده است. تنها دعوت او را کل مسلمانان قبول دارند، زیرا اعتبار و نفوذش روز تا روز بین عامه و عموما پیروانش به مراتب افزوده. باشد، ولی در گمان است که او این وظیفه را پذیراید. قسم به نام خدا و رسولش، اگر ابو حنیفه منصب قاضیگی را به گردن نگیرد، می فرمایم که او را شلاق زنند. امام اعظم تشریف آوردند. آها، میفرماید. با چشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ای ما و علما به خلاصه آمدیم که منصب قاضیگی را بر دوش تو گذاریم. خیلی ممنونم از شما. باعث افتخار است که خلیفه و علما و مشایخ به ما اعتقاد دارند. هدف از این تعیینات در چی باشد؟ هر حرفی تو برای مردم عراق وزن دارد و غیر از تو کسی چنین آبروی اعتبار ندارد. سوگند به نام خدا که من در حالت رضا به خودم اعتماد ندارم. پس در حالت غضب چی طور میتوانم اعتماد کنم؟ اگر مسئله برایت مهم باشد که مرا تهدید به غرق کردن در دریای فرات قبول منصب کنی، البته من غرق شدن را میپذیرم. تو اطرافیانی داری، آنها احتیاج به کسی دارند که به خاطر تو آنها را اکرام کنند، ولی من برای این کار صلاحیت ندارم. تو دروغ میگویی، تو صلاحیت داری. تو هم اکنون بالای خودت حکم کردی. چه طور دیگر برایت حلال است کسی را قاضی بر امانت تعیین نمایی که او دروغگو است؟ تو از منطق من آن نرو. تو خودت میدانی که مقصد نهایی من چی است. اصلا نمیخواهم با شما کاری را انجام بدهم بدان وجه که از شما نسبت مسلمین اشتباه زیاد میرود. چی دلیلی آورده میتوانی؟ تو مسلمین را که قیام کردند سر زدی. شرطان است که مسلم به خلیفه باید تا آخر صادق بماند.
اهل مسلم شرطی برای تو کردند که در اختیار نداشتند و تو با آنها شرطی گذاشتی که چون این حق نداشتی، زیرا خون مسلم تنها به یکی از 3 چیز حلال می گردد. پس شرط مذکور برای تو خون آنها را حلال نمی گرداند و اگر تو برای این کار آنها را بریختن خونشان مجازات کنی برایت حلال نیست و شرط خدا به وفا کردن اولاتر است. این قرار قطعی من است. از التفات و مرحمت شما سپاسگزارم، ولی نمیتوانم آن را بپذیرم، زیرا باز چی؟ چطور منصبی را قبول کنم که زیر فرمان سرزدن فرد مهر بگذارم؟ ای امام دور، تو را به خدا سوگند می دهم که این کار را نکن و خودت را هلاک نساز. زندانش کنید. بالاخره او را زندانی میکنند تا درجه او را شلاق میزنند که او بیمدار و بیحال و بی حرکت شده بود. منصب را قبول میکنی یا نه؟ گستاخی نکن. نه. قبول کن. نه. نه. منصب را قبول کن. یا الله، تو میگویم قبول کن. سبحان الله. قبول کن. در طرف ما باش. نه. منصب را قبول کن. سبحان الله. قبول کن میگویم. سبحان الله. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع دلیلی هست معتمد که به او زهر میدهند. همین طریق سال 150 هجری یا 767 میلادی روح جسم این امام بزرگ نعمان بن ثابت بن مرزبان مشهور با امام اعظم ابو حنیفه را ترک کرد. از روی وصیت امام او را در زمین بغداد در کناره به خاک سپردند که به قول خود او نه زمین غصبی بود. تخمین می رود که در جنازه فقیه عراق امام اعظم بیش از 50,000 کس حضور داشته است. طبق روایت خلیفه از کارهای کردهش نسبت امام پشیمان شده به خلق مراجعت می کند که از جانب ابو حنیفه برای زندگی و مرگش مرا معذور می دارد و عذر مرا می پذیرد. ابو جعفر منصور در بالای قبر امام نماز می گذارد. امام اعظم در تکیه به عامل‌های در بالا ذکر شده توان شریعت را از حدیث‌های ضعیف و بی اساس عاری بگرداند. او موفق شد که دین مبین اسلام را آسان ترین و به مردم دسترس ترین کند. همچنین توسط این دین زبان اجدادیش را در کل پیروان مذهب خویش آشنا کرد. در مملکت‌های عجمی عادت شده است که نیت و فاتحه با زبان تاجیکی خوانده شود و این سهمی امامی بزرگ
نعمان بن ثابت بن مرزبان یا خود امام اعظم ابو حنیفه است.